هستیم از مناطق زیبا، آرام و پر جمعیت شهر کابل. دوستان عزیز، در سمت چپ بلاک های ستاره عزیزی را یا آپارتمان های با ستاره عزیزی را در تصویر میبینید. و این طرف دکان های ظروف کرایی، آشپزخانه ها، لبنیات و همه چیزا هست دیگه. همونطور سلو به پیش میریم دوستان عزیز. ستاره عزیزی دوستان عزیز بزرگترین آپارتمان کلوله پشت شهر کابل. نه کلوله پشت دیگه فکر نکنم از این بزرگتر باشه. البته انار و اینا هم هستن اما به این اندازه طرف بولانی و آب میوه هست که آب زردک است. طرف دوستان ظروف کرایی هستن زیادتر و ظروف کرایی دیگه آشپز هم دارن، همین چیزا هم آشپزی میکنن. بالا هم دوباره برج انار. سلام و درود نصار همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در کلوله پشت شهر کابل هستیم از مناطق زیبا، آرام و پر جمعیت شهر کابل. دوستان عزیز، در سمت چپ بلاک های ستاره عزیزی را یا آپارتمان های با ستاره عزیزی را در تصویر میبینید. و این طرف دکان های ظروف کرایی، آشپزخانه ها، لبنیات و همه چیزا هست دیگه. همونطور سلو به پیش میریم دوستان عزیز، ببینیم که چی هست و چی نی دیگه. در ادامه ویدیو همراه ما باشیم. امروز طرف های دیگر دیگه این طرف آمدیم و بیربارتر است از دیگه وقتا کرده یا شلوختر است. کندوز کباب نمایندگی شهر نو شعبه نهم هشه هم در تصویر میبینین. ستاره عزیزی دوستان عزیز بزرگترین آپارتمان کلوله پشت شهر کابل. نه کلوله پشت دیگه فکر نکنم از این بزرگتر باشه. البته انار و اینا هم هستن اما به این اندازه طرف بولانی و آب میوه هست که آب زردک است. این طرف مسجد حضرت ادریس علیه السلام و دوباره بلاک های عزیزی که بسیار بلند بالا هستند. طرف هم دوستان عزیز شلوختر است و بیربارتر هست سرک. یکی از دوستای ما در کامنت ها گفته بود که ایرانی نگو، شلوغ نگو، بگو بیربار. باز یکی از دوستای ما دیگه ما نشون کرده بیربار معنی نداره، شلوغ بگو. دوستان عزیز نال شما در کامنت بگوین که از کدامش استفاده کنیم، شلوغ یا هم بیربار. این طرف هم بچه ها هستن، مطمئنا بچه های همین آپارتمان ها هستن که این طرف فوتبال میکنن. خوب دوستان نهایت گرامی، اما تو با پیش میریم ببینیم که دیگه چی هست و چی نیست. سر و صدا یک ذره زیاد است متاسفانه. دوباره بلاک های عزیزی را میبینین دوستان عزیز، ستاره عزیزی را البته و بقیه چیزها را. برج انار هم در تصویر میبینین. برج نیست دیگه، اون آپارتمان از دوستان عزیز، آپارتمان ها است. خب به نام برج انار مثل برج سلطانی هم مشهور است. این طرف هم آی کیک از دوستان عزیز که کافه هست و امروز بسته است یا باز است. دکان دیگیش هست نه ماشو دوستان عزیز قدر معلوم نمیشه، نه باز است. این طرف تر هست دروازش.
یا بسته از دوستان عزیز بازسازی دارن. رو برای انار میبینین دوستان عزیز، برج انار پایینش انار عمده فروشی هست و کورکستان محلزیست ملاله هم در این کوچه موقعیت داره. طرف هم رابندی شده و سر صدا زیاد است. طرف دوستان از ظروف کرایی هستن زیادتر و ظروف کرایی دیگه آشپز هم دارن، همین چیزا هم آشپزی میکنن. بالا هم دوباره برج انار. شما نگوین دوستان از چقدر ویدیو برج انار گفتی. خب یکی از جاهای زیبا و مشهور از جه همین برج انار هست. انار عمده فروشی، عمده فروشی بسیار بزرگ خوبش هم داره دوستان عزیز، ناگفته نمونه انار. برند فرنیچر دوستان عزیز در این بخش میبینین و اون طرف هم کم کم میرسیم به طرف چهارراهی ترافیک یا سید نور محمد مجددی شهر کابل. این طرف هم هتل تالار عروسی مرمرین هست دوستا و اون طرف هم دوستان عزیز استانبول فامیلی رستوران کافه که در کابل کراون شهر کابل موقعیت داره. طرف نجارا هم هستن دوستا. فوکس سنوکر کلاب. دوباره این طرف دوستان عزیز دیگه میرسیم تقریبا به چهارراهی ترافیک شهر کابل. خب دوستان نهایت گرامی، امیدوارم که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشیم. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه